حماسات در عرفه تجلیل هر گونه عید و جشنواره‌ها با تشبث و ابتکار رهبرت وزارت کارهای داخلی جهت دستگیری نمودن کارمندان مقامات کارهای داخلی، همزمان تامین نمودن آنها با محصولات‌های ارزان و خوش‌صفت در شفت بینای وزارت کارهای داخله نمایش فروش عیدانه دایر کرده می شود. با این مقصد روز 6 اپریل بخشیده به عید سید رمضان چنین نمایش فروش محصولات عبارت از مواد خوراکه از قبیل گوشت، تخم، عسل، کارتوشک، پیاز، سبزی، نمودهای گوناگون میوه‌جات و دیگر محصولات دهقانی با اشتراک خواجگی‌های یاری مقامات کارهای داخلی دایر کرده شد. در نمایش فروش مذکور خواجگی‌های یاری رسان اشهر و نویه‌های بختر، وحدت، ایسار، فیض‌آباد، جیهون، شهرنو و خراسان، یاوان و رودکی و نواحی منطقه رشت و دیگر نویه‌های جمهوری محصولات خود را با نرخ‌های ارزان و دسترس از 30 تا 40% نسبتاً از بازار ارزانتر به فروش برآوردند. تشکیل یارمارکه‌ها برای کارمندان وزارت کارهای داخله در عرفه عید و جشن‌ها در جامعه واکنش‌های گوناگون را به وجود می‌آورد. برخی از این تشبث انتقاد می‌کنند و می‌گویند کارمندان ملی به این هم امکانیت نظر به دیگران خوبتر برای خریدن محصولات خوراکواری دارند و بهتر است که چنین یارمارکه‌ها برای مردم عادی و نیازمند تشکیل کرده میشد. اما دیگران تشبث رهبرت وزارت کارهای داخلی را نمونه عبرت و پیروی برای رهبران دیگر وزارت مؤسسه‌ها می‌دانند و می‌گویند غمخوری در حق کارگر باید قدردانی و ستایش شود، نه نکویش و مذمت.